سنا و صبحان بعد از ظهر از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا 3 شروع میشه وقت خوابشون تا ساعت 5:30 بعد از ظهر. شبا از ساعت 9 میخوام بخوابن ولی ساعت 10:10:30 میخوابن. ایشون سنا خانومه، ایشون هم آقا صبحانه. سنشون هم 2 سال و 7 ماه شده. سنا و صبحان وقتی که به دنیا اومدن خانم پرستار به من گفتن که تبریک عرض می‌کنم، مبارک باشه، بچه‌هاتون به دنیا اومدن صحیح و سالم. بعد منو بردن داخل اتاق کودکان، سنا و صبحان رو نشونه من دادن. من تعجب کردم، اصلا باورم نشد خداییش که اینا بچه‌های من هستن. یکی سفید سنا خانم، یکی هم آقا صبحان سیاه. اصلا باورم نشد. آره بابا شما سیاه شده بودی. سبزه بودی بابا عزیزم. نه شما سفید بودی. بعد باورم نشد خداییش که اینا بچه‌های من باشن و حرف اینا. بعد که یه آوردن پیش مادرشون گفتن که اینا شیر میخوان چیز حرف اینا، دیگه آوردنشون پیش مادرشون شیر دادن اینا. من باورم شده بود که بچه‌های من هستن. سرطان 2 تا، یکی اینا ایرانن اونا انگلیسن. از لحاظ ژنتیکی که دکترها گفتن اینا 2 تخمکن، بعد هر کدومشون هم یه ژنیو برداشتن. صبحان حالتهای پدرشو داره، سنا هم دیگه از همه یه چیزی گرفته. صبحان که از لحاظ رفتاری که مثل چهره هاشون کاملا متفاوتن، رفتارشون فرق میکنه. سنا کاملا دخترونه، صبحان کاملا پسرونه است. بعد سنا بعضی بیشتر موقع ها کار صبحانو میخواد تقلید کنه، صبحان هم خب بیشتر موقع طبق معمول کارهای دخترها رو هم هم نقش دختر بودن خوب بازی میکنه، هم پسر بودنش فوق العاده قشنگه. بذار پیشگوش کنم لاستیکش خرابه. آقا این چیکارش کردی آقا؟ این ماشین شما خیلی میشه خرجش. پول داری من برات درست کنم؟ پولشو بده. خب آقا 10 تومنش کمه. بازم بده. باشه خدا بده برکت. خدا حافظ. بس بذار من ماشین تو درست کنم بعدم بیا ببر. باشه پیشگوشتی تو بده. پیشگوشتی تو بده من که پیشگوشم تو روی پیشگوشتی بده من. صبح ساعت 10 بود. صبحان که خواب بیدار شدم، خب همیشه که بازی میکنم با صدا بازی میکنن، دیدم صداشون نمیاد. گفتم خب حتما دارن یه بود نقاشی میکشن یا خمیر بازی میکنن. بعد دیدم که نه، داره صدای آب میاد. رفتم نگاه کردم دیدم که از یه لیواناشون رو برداشتن، از آب سردکنه یخچال پر کردن، تلویزیون و ضبط و همه رو شستن که پای تلویزیون به اندازه 1 متر دقیقا دورش موکت خیس شده بود. بعد آب را میرفتی پا تو آب بود. یه بار رفته بودیم پارک،
صبحانه سنا سوار سرسره بودن. بعد بچه ها همه پشت سر صبحان وایساده بودن، ولی صبحان از روی سرسره سر نمیخورد بیاد پایین. بعد بهش گفتن، بچه ها بهش گفتن صبحان بیا از روی سرسره پایین. بعد سنا هم بغل صبحان وایساده بود. سنا سر بچه داد زد، گفت اصلا داداشم دوست نداره سر بخوره بیاد پایین. بعد بچه هم یه سنا رو نگاه کرد. همیشه مثلا تو همنشی اینا همینطوری پشت همن.